پاشو هر چی ساعت سیکوی اتوماتیک داری وردار بیار. پشت ساعت یه کد نوشته. میپرسی چیه؟ بهش میگن کالیبر موومنت ساعت. تنوع کالیبرهای به کار رفته تو ساعت‌های سیکو به حدود چندین مدل میرسه. اما مهمترین اونها 7S، 4R، 6R و 9R هستند. 7S این کالیبر جزو اقتصادی ترین کالیبر هست که حدود 40 ساعت ذخیره انرژی داره و تو طول روز میتونه بین 20 تا 30 ثانیه عقب جلو بیفته. 4R معروف ترین کالیبر موومنت های اتوماتیک سیکوه که بین 41 تا 48 ساعت ذخیره انرژی داره. تلرانس روزانه ساعت هاشون هم بین 15 تا 25 ثانیه است. 6R این کالیبر به نسبت دوتای قبلی دقیق تره و علاوه بر ذخیره انرژی 50 تا 70 ساعته نهایتاً 15 ثانیه تلرانس دقت داره. و اما 9R این یکی جزو لوکس ترین کالیبر هاست که نه تنها کلاً 1 ثانیه در روز عقب جلو میفته بلکه تا بیش از 72 ساعت هم ذخیره انرژی داره. حالا شما بهم بگید کالیبر ساعتتون چنده؟